بریم که با هم این ژله بستنی‌های خوش رنگ و خوش طعم رو درست کنیم. یه بسته پودر ژله رو با 2/3 لیوان آب جوش هم میزنیم و میذاریم روی حرارت که بماری بشه. اگه خواستین 2 قاشق شکرم میتونین اضافه کنین که شیرین بشه. نصف لیوان بستنی وانیلی رو اضافه میکنیم و هم میزنیم که حل بشه. بعد یه ظرف 20 درصدی انتخاب میکنیم، سطحش رو کیسه فریزر میذاریم و چربش میکنیم. بعد ژله بستنیم رو توی ظرفمون میریزیم و به مدت 45 دقیقه توی یخچال قرار میدیم که ببنده. بعد 45 دقیقه ژله بستنیمون رو از یخچال در میاریم، یه طرفش رو به صورت صاف و یه طرفش رو به صورت دالبری برش میزنیم و به این شکل رول میکنیم. ژله بستنیمون آماده است. نوش نگاهتون.